استخدامکنندگان بینای 113 و 109 محل جبل رسول شهر خوجند صاحب میدانچه ورزشی گردیدند. این مکان برای بازی کودکان و نوجوانان نیز شرایط خوب را فراهم آورد. در رفتی به استفاده دهی میدانچه ورزشی، نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، دیرکتور شرکت موبیلیتی سل در ولایت سوخت، کارمندان شرکت و استخدامکنندگان محله اشتراک نمودند. از نام ساکنان خانه های نمره 113 109 114 مینداری خودم رو با شرکت سل میدم بیزار همیشه با همراهی ما باشند. من خواهان آنم که برای کار دعای متحد رحمت از من محلگی خورسندی بچه ها به حد کنار به حد چه بچه ها خورسندن. با گفته استخدامکنندگان محله، این اقدام پیش گرفته شرکت تصمیم سری وقتی بوده. از این پیش برای بازی بچه‌ها و جای برای استراحت در این موضع شرایط خوب نبود و آنها در نزد بینا بازی می‌کردند. شرکت علاقه موبیلیتی سل تصمیم گرفت که در یک جایگاه با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند در نزد بیناهای 113 109 و 111 میدانچه ورزشی و مکان بازی برای کودکان و نوجوانان تشکیل نماید. میدانچه ورزشی و بازی برای کودکان به همه استانداردها جوابگو میباشد. ساکنان محله از این اقدام پیش گرفته شرکت موبیلیتی سل خیلی شادند. نهایت خرسند شد هستیم. رحمت به همین کاری که تشکیل کردن رئیس ولایتمون، رئیس شهرمون برای غمخوری به کودکان از نام همه اهل محله به کارمنده تسل و از گفته‌های فرمان پرزیدنت محترممون رو به اینوبت گرفته برای کودکان غمخوری نهایت کلان کردن. من همچون رئیس محله به همه اینها منتداری خود رو اظهار میکنم که کودکان رو همین قدر شرایط مهیا کردن که کودکان به یک جا آمده بازی میکنن، خرسندی میکنن و ما هم کلان سالان نهایت خرسندیم که از رئیس ولایت و رئیس شهر. در دایره برنامه اجتماعی شرکت موبیلیتی سل طبق لایحه به کودکان تبسم کنید با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، شرکت موبیلیتی سل هدف گذاشته است که ساخته به استفاده دهی چنین میدانچه‌های ورزشی و مکان بازی برای کودکان و نوجوانان ادامه دهد. گزارش نصیب جان ابویف برای برنامه اطلاعاتی خبر.